دوستا قسمی که شما وش منید دیگه ما اینو بخیر فهمیدی از منطقه شیرداغ تیر شدی دیگه میخوای یک سون طرف پشی بری دیگه به قد سر کوتلی زنگر رسیدی دوستا دیگه ما میخوای فهمیدی که بری منطقه پشی یک دفعه سعی کنی از مردم از گنا که چی رقم مردمه و پشی چی رقم جایه دیگه دوستا شما هم رایز ما باشید ان شاء الله تعالی با امید خدا را ما موری برای شما ویدیو منی و شما هم امرایز مو باشید دیگه دوستا لایک سابسکرایب از یاشم نره سعی که تیل از مو که است به قد این میه که شما برای از ما لایک کنید سابسکرایب کنید و نظرات خود نوشته کنید دویم دیگر دوستا مو میخوایی فهمیدی که تا منطقه سنگ مشهر بوری هر کسی کدام نظری داشت زیر لینک نوشته کنه بخیر مو موری برایش اجرا منی کدام هم رو خدمتی باشه دیگه دوستا خدا شما داشته باشه وقتشون خوش دوستا قسمی که شما میبینید دیگه ما این منالی با منطقه زنگری پشی موقعیت داره دیگه این منالی رو پیدا کردی دیگه خود معرفی برای شما بسام از این منطقه برای شما میگه که کدام جایه دیگه لاله خود معرفی کنم نامش چیه؟ ما نام خادم حسینه خب خادم حسین از زنگری پشی خب امی منطقه زنگر نام داره نه پشی است خب تقریبا به این زنگرش میشن خانه هستید یک 60 خانه 50 خانه خب 60 55 این کدام از این ولو بسام مرزی چی میشه یا مثلا بازار داره این منطقه نداره بازار هم داره بازار زنگر هم خب از این تلوتر بازار زنگر همه پایین بازار زنگر خب بسیار خوب کم ذره برای از مو امزی گینه قصه کو فهمیدی گاه اینجا چی رقم بود برف میزد نمیزد چی رقم بود برف میزد اینجا 2 متر 2.5 متر برف میزد حالا خب برفش خیلی هم نیه و تراویح بود ال خشکه ما خوردو پیدا نمیشه هیچ چیز نیه دیگه حالی که نه مثلا دمی غیتای سال اینا تقریبا دیگه نزدیک نوروز دیگه نه کم مندن نوروز حالی که مثلا زینوام اینا اینجا خشکه یه چیز نیازو پیش من میرخم بود یا نه برف زیاد بود نه سالایی که برف میزد اینجا آب بود دیگه قال خوبیا آب پرمو بود دیگه خیلی خوب بود حالی یه چیز پیدا نمیشه کل خشک رسم رواج از این منطقه چی رقمه توی مویش مثلا چی رقم است امیترگاه بود مثلا د توی موی که بود مثلا یک غیره یکی ترچیزا بود حالا ما موری واجه یا نه ما فرق نه فقط گاینا رواج رسم رواج پدری گاینا مونده یه دیگه فرق نه علی خو گاینال دی همو تر مردم رسم رواج پدر خو الا نمونه دی این شکل گاینا خب بسه تو خود است تو فهمیدی بسته عمر تمیج تیرته ایران میران اونجا رفته نه ایران خب بده به ایران که نمیشه دیگه مثلا
یک 3-4 سال شده که تا سال شده ایران نرفت. خب 10 سال میشه که ایران نرفته. شما دیگه امی شما تقریبا دیگه می گزارش شما دیگه شاید در سر ایران باشد نه؟ زیادتر در سر ایران. خب ما دیگه سر سارا نباشه یکم میگن دیگه خوشک سجاری چیز. خب عزیز اینا شما کدام مسئله اوتر دیگه ندارید مثلا؟ نه اصل نمیده یا اصل. خب اصل دیگه خوشکی که یه جاسی نمیده و نباشه که اصل نی. خب دیگه اینجا مو گینا رواج ده چیزا یک سنگراگ منگراگ ایتر چیزا هست یا نه؟ کم بار سال. خب دیگه سنگراگ نی دیگه. کم اما تو باز وقتا بچه های مردا شاخونه یک 15 روز. خب زیادم نه. بسیار خوب. ما رواج رسم گینا ایت وقت خطا نده. خب مکتب وجود داره اینجا مکتب هست یا نه؟ هست. خب تقریبا این مکتب دولتیه یا نه مکتب دولتیه مثلا به حساب گینا آخوندیه مثلا که ملایی مرا. خب بسیار خوب دیگه چی سوال کنیشی؟ دیگه چی سوال کنی؟ سه شروع میشه بازی شروع میشه اینجا بازی معروف از اینجا یکی هست چیه؟ والا بازی هست خب همه والیبال و فوتبال دیگه بازی نی دیگه کم تو زیاد نیه همیشه نیه همیشه وقت کم خب والیبال اینجا میشه دیگه تقریبا نه؟ آره خب بسیار خوب اصلا دیگه لاله این کامرا در خدمت است فهمیده کار چی فهمید گفتنی داره خود تشکر زنده باشه دیگه ما چیز گفتنی دیگه خاص نه سلامت باشه. نام تسیزه دالای؟ نام از من محمد زیا. بلیزی سوار میشه بلیزی وسیله تو لیسانس زیر داره نداره؟ ما بیرون سوانسا. چی میخوام بیرون لیسانس اگه تو رو تکر بکر کردی؟ ای کسا تکر نه. چرا تکر نم نه؟ ای به خاطر که خود شوار خود مغز داره. مغز هم داره؟ خب یه تیل میل یک چیز میز مخره نمه کرمیل داره نداره؟ نه. چی ای به تیل لزا و الاف استفاده. خب زا و الاف استفاده نه؟ اره. خب که چیزا سرعت کیلومتر زی چنده؟ سرعت کیلومتر شو زیاد نیه. کیلومتر ولی. خب تا 40 کیلومتر ایران مره نه؟ خب تیزیش نه؟ اره. خب بسیار خوب. دیگه یه پارکینگ داره موتورشوی داره چی وضعی؟ نه این بیچاره خود به خود چی میشه خود به خود میشه؟ اره. خب از آن استفاده نمی‌کنی؟ اره. خب روزانه یه چند کیلومتر تو راه میره؟ این روزانه یک ساعت مترو میگیرد نمیره. خب حال تو کجا رفتی؟ یه استاشیه مبروم خنک کنم. خنک کنی بخاطر ورزش بدیش. اره هوش. خب سید دو پشت من چیره؟ اره. و دیگه رفیقتم دخل خجلش بده؟ اره. بخی ظلم نیکش ما دو پشت من یک دفعه خیلی کشته کتال دبجزیش. نه زور است زور خوش زور داره. خب زور داره. سر کوتلا مطلع کمک داره نداره. کمک داره. جایی که زی موتور رفتن نمیموره. خب این موتور از ما مثلا رفتن نمیموره نه؟ اره. خب سه دیگه درس مرس یک چیز میخوانی یا نمیخوانی؟ ما درس میخوانم. خب برای آینده میخوای چی جور کنی؟ تا آینده ما برای فعلا چه آینده از ما معلوم نیه دیگه. ما به خاطر که پدر مادرم فوت کرده تابستان چپانی مونی. خب تابستان چپانی مونی؟ اره. خب اتما چپانی مونی غزل مزلم یاد داره؟ غزل نه زیاد اگه دنم ردیز مطمئن امروز میخوانی؟ بلد نیستم. خیر یک دانش خاطر ما یک کوتاش میخوانیم سه. ما بلد نیم. چی میگه؟ ام تکام بلد نی؟ نه بخدا. عاشق نی نه؟ نه. عشق نکته؟ نه بخدا. خب از پس قصد داری که عشقی کنی نه؟ نه. خب سه. دیگه کس بلده ای؟ اره. خب برای از ما دیگه غزل نگفتی دیگه. بلد نیستم. غزل برای این بگی خوب. اره گفتن رزش بدیم. درختی بپدم در کنج باغا چو شاخم یوسف و برگم زلیخا چو شاخم یوسف و برگم زلیخا آخ بله سرج پسی اورایی ده خوشی زیارت کنم جای چرتو آخ سری کو تالی کش گفتار تا کن
کی دیگه قد یار ما به یار تا کی دیگه قد یار ما به یار تا کی دیگه قد یار شیرین جوره جوره محبوب یار به یار تا کی بس دیگه. تشکر. نام دیگه چیز بود؟ زیا. خب زیا بود دیگه. چند برادرای چی؟ ما دو برادر. خود دو برادر. پدر نداری؟ نه به خدا. خب پدر خدا رحمت کنه. زندگی چطوره؟ زندگی میگذره چی خواری منی چی غریبی به قدم چی پنی منی دیگه کار نمی‌کنی؟ ره. خب بسیار دیگه این در وضع زندگی چطور وضع مالی خوبه یا نه؟ خوبه خدا رو شکر. خب بس تشکر دیگه.